آقای ظریف داره زرنگی میکنه، هیچ نامه ای رو در معاونت راهبردی امضا نمیکنه. آقای پزشکیان تو رو گیر انداخته، خودشو ولی نه، هیچ نامه ای رو امضا نمیکنه، برای اینکه فردا اگر قانون بهش گیر داد بگه من نامه امضا نکردم. یه عده‌ای دور رئیس جمهور رو گرفتن، هی میگن آقا بریم قانون رو عوض بکنیم، قانون رو عوض بکنیم. یه قانونی که محکم هم هست میخوان لغوش بکنن. چرا؟ مشخص عزیزان من، فقط موضوع آقای ظریف نیست، آدمای دیگه هم در دولت فرزندانشون تابعیت دارن. آقا این مسئله مهمیه. من البته سراغ اونا میرم به کمک شما دوستان، همه با هم دیگه باید این تخلف قانونی رو جلوشو بگیریم. حالا که آقای نیکزاد، هیئت رئیسه محترم، جناب آقای قالیباف، حالا که با تو بمیرم و من بمیرم مسئله حل نمیشه، آقایون میگن ما نمیتونیم نامردی بکنیم، نمیتونیم پشت کسی رو خالی بکنیم، چرا باید از اهرم قانون استفاده نشه؟ چرا باید قوه قضاییه ورود نکنه؟ من یه راه حل دیگه هم پیشنهاد دادم. طبق قانون آمریکا هر کس تابعیت اون کشور رو داره، اگر در یک کشور دیگه وارد تشکیلات نظامی بشه خود به خود تابعیتش باطل میشه. هفته بسیج هم هست، نظام جمهوری اسلامی هم که بالاخره نیاز به جان برکف داره، فرزندان آقای ظریف عضو بسیج مستضعفین بشن، به صورت خودکار تابعیتشون باطل میشه، مشکل دولت هم حل میشه. $2800 هم به دولت آمریکا نمیده، لازم هم نیست اصلا بره از اینجا تا آمریکا اون تابعیت رو باطل کنه، بره عضو بسیج بشه، مثل اون بچه بسیجی هایی که خونشون رو دادن که تو تمام شهرهای شما هستن. حرف سر این آقا چرا قانون باید برای مردم بی پناه بی رحمانه اجرا بشه، ولی برای قلدرها و کسانی که گردن کلفتی میکنن بگن نه، چه من رسایی باشم چه کسی دیگه باشه، قانون باید برای همه اجرا شه. قانون اساسی چی میگه؟ میگه آقا همه مساوی ان، ما کسی نداریم در برابر قانون استثنا باشه. بنابراین هیئت رئیسه محترم اقدام بکنه، رئیس مجلس اقدام بکنه، دیوان محاسبات اقدام کرده، رسما قوه قضاییه باید الان انجام بده تا این روال درست بشه.